الو. الو سلام علیکم بهروز. علیکم سلام. سوری چنجی. باشه. میمونی قبلا می صحبت کنیم قصد. چی صحبت میکنی خدا؟ چی صحبت میکنی؟ صدای مردم کردن نمیشه. صدای مردم گفتن آخه صدای مردم گفتن خدا اگه جو خدا کنه با انسان مونندی نه بیگم جین و جینه. تأخیر نکاخی یادوبی نکاخی. بچه صدای مردم چمون مردم گپ زنن. بفرما 3 دقیقه وقت داری فکراتو بگو. بیا بفرما. چه؟ 3 دقیقه وقت داری بفرما. مسئله ایزاد همون گپ میزنی. همین خیلی آدم بی سواد ایجا برادر. خب ایزاد همون وقتی که پول مردم گردون دو روزی گناهگار حساب میشه. چی دیونه اگه جا برو این گپ اگه جا گرفتی وقتی پول مردم گردونده زاده است. اگه جا گرفتی که یک آدم ماشینی که میخپن پول مردم میگردونه میشه وای باید جواب بده. این فکت کذا تلسوایی که مثلا وای اومده دیسترین اگر قرار نمیشه نمیداد. پس چرا اون نفر در جلسه رحمانوف بلند شد میلیون دلار خسارات به بودجه کشور آورد و جواب نداد؟ کدام میلیون فکت چی گپ زدن؟ رحمانوف خودش به فکت گپای رحمانوف فکت نبود. گپای رحمانوف فکت نبود. دو ماشین خانه پولهایی که در خارج از گردونده بیار گفت او فکت نبود. او گپاش به معنی است، به اسناد است. دروغ میگه. کانی فکتشو کی دا کذا کرد وای فکت. یعنی رحمانوف دروغ گفت در همون جلسه. تو امیر بگو رحمانوف دروغ گفت. رحمانوف فرمان رو دیده بروین. ای بچه فرمان نداد. رحمانوف گفت که من خوب میدونم تو چند ماشین داری؟ گفت ندارم. گفت دروغ نگو 2 ماشین داری؟ گفت بله جناب عالی. گفت چند خانه داری؟ گفت ندارم. گفت داری دروغ میگوی. گفت که تو پولای در خطا میدونه که در خارجه پول داره. بستو حتی رحمانوف میدونست که در خارجه پول داره. گفت بگردون بیار پولوتا. چرا اون نفر مدامه که در یک جلسه حکومتی یک نفر به آبرو کردن خودش جنایت است. رحمانوف اون نفر به آبرو کرد. چرا زندان نرفت؟ چرا زندان نرفت؟ بیا بیا. آخی برادر عزیز و یک آدمی که هیچ کار نمیکنه لبوی نمود ماشین ای تو زنگ نشین لبوی نمود ماشین داره. برای من یک راهرو یک معلم بیار چند ماشین داره؟ معلم اوتاتا میگوی آخی فرقی نداره. دیل خو نفر بیار برای من. معلم هایی که فرزندای به ناموس دارن و ندارن بخرش آخی ماشینش بخر برای بخرم با برین شما دزدا دست بگیریم. برای چی بخرمش آخی؟ آخی میگیرستن یما خشم میگیرستن نه خیلی من نگاه کده کم ترک منطقی گپ زد. رحمانوف ای بچه رحمانوف صبر که در جلسه حکومتی میبرو میگه این گپی شوخی نیست. ای مردک این گپی شوخی نیست. تو نگو که اسناد نیافتن چی نیافتن دلیل نیافتن. رحمانوف خودش شخصیت اولی کشور در یک جلسه حکومتی بلند میشه میگه تو اینجا بیا چند تا ماشین داری؟ ای مسکو چیکار کردن؟ سرت کردن؟ میگه نه. میگه ها سرت کردن. گفت بله جناب عالی سرم کردن. یا بی سوادی؟ گفت بله جناب عالی بی سوادم. مدام این همه جنایت ای بچه صبر کن. مدام این همه جنایت در پیش دوربین در چشم مردم گفته شد. پس چرا این نفر زندان نشد؟ ما برای که همه خیلی مردمیم فهمیدی رحمانوف نمیرود بگردد ببیند میبیان میگنش میبروید سیاست شمیکند گپ شگپ میزند فرمان میتید که سنجیده بروید برای یک آدم گناهکار کردن دلیل در کار خیلی که این مثال ایزد امون دلیل یافتن که دیستیوچی مردم فریب کرده پولا گردون دادی دلیل بشید. فرزند رهبر سلطان کبیر 2 نفر کشت با ماشین به صدمه. 8 سال زندانش کردن. قانون عفو در برو اومد 2 روز پیش. برای چی 2 نفر کشت؟ عفو مگر برای او روا بوده است برای دیگران نه؟ چرا ایزد امان در قانون عفو نقل است که مدام که صبر کن ایزد امان مدام که تمام جبران از سپاریده است و سود براش گفته است که اما یک نفری که 232 سامان قرضدار از او را بر در بانک شاتی بانکی بکش پول بسپار بیا ما تمام بخشیمش. ایسه گوش کن شما همه تا ایزد امون محکم کردن ایزد امون شما را در کنه با دشمن بریکو
فرقی نداره ما همچه یک انسان ما دشمن نبودیم توی تنقل نکن ما همچه یک انسان فرق نداره باید باید استفاده برای جوانان رو گمراه ما همچه یک انسان این روز ده قضیه را مثال میارم تو خودت اثبات کردی که رحمانوف گپاش یک چرت پرت و به اساس از اون نفر جنایتکار نبود درست؟ من این گپا نگفتم آی با تو آقا بچه نه خودت گفتی که اسناد بیار نه خودت گفتی نه خودت گفتی که نه خودت به دهان خودت اون نفر گناهگار کردی که رحمانوف حرفای چرت پرت میزنه یک حرفای هوایی میزنه اون مسته دروغ میگه فهمی هست؟ من درش نخپم من گپ زنم آخه خودت گفتی ای بچه تو آدم شو تو آدم شو آدم شو آدم شو گناهش نشد چیکارش کردن این در کجا سنجیدن کنی کجا دا سنجیدن کنی اسناد کنی من افخرنوی بود چی دارد خیلی ماشین دلانش نبوده خیلی سال زنه چی پس رحمانوف خبری دروغ دادن رحمانوف خبری دروغ دادن فهمیدی رحمانوف خبری دروغ دادن دروغ راست خبر دروغ راست ایش من نمیدونم من فالبی نیستم تو برای تو کجا میدونی او خودت گفتی هستی که شاید خبری دروغ دادن در نامش خونه ماشین نبوده است فالبی نی اونا تو گفتی در نامش ماشین خبر راست بود شما در همه 1000 تون تر میکنین یک اپ تق نمیگید این نفر طرفداری از رحمانوف میکنه آشکار مرحمت گفت که رحمانوف سمسته یک افندی گپ میزنه یک گپای چرت پرت اون میزنه مست میشه در بین مردم امرو خودش یک نشان میتیه میگه که خیر من هستم اون نفر جنایت کرد بعد او تمام شد رفت یعنی گپی رحمانوف یک گپی بی اساس است این نماینده رحمانوف از این گپ میگه این گپ من نمیگم مرا گناهگار نکنین در اینجا کسی که از رحمانوف دفاع میکنه میگه که او هر چی میگه رهبر کشور است رهبر کشور حقی در یک جلسه رسمی برآمده بدون اسناد گپ زدن نداره ای مردم شما در آغول کلان نشیدین کو او بچه او حکومت جلسه حکومتی یگان میبخشی میدان بزکشی نیست در اونجا سران وزیرا و رئیسا و دپوتاتا و نمیدونم کارگرای گمرک و کارگرای وزارت و اداره ها میشینن چیخه یک نفر به آبرو میکنه وقتی اگر اسناد نداره در اینجا خودش رحمانوف به آبروگی یک نفر نشان داده است یک نفر به آبرو کرده است در آبرو یک نفر دست درازی کرده است او را شرمنده کرده است پس رحمانوف تحقیر کرده است در اخی نفر مدام اسناد نبوده است مدام تو میگی که تفتیش نبوده است دروغ بوده است کسی خبر دروغ داده است باز هم رحمانوف در اینجا جنایت کرده است باز هم این حق نداشت که بوره این گپ بگه مدام سنجیده نگرفته است چی خیل رهبر کشور ناسنجیده میبره گپ میزنه چی خیل یک نفر نزد دوربین دعوت میکنه یک گپ هوایی میگه این چی شما مسخره بازی دارید مردم در تئاتر نشسته است رحمانوف لختک است مردم در باغچه حیوانات رفته است حیوان تماشا داره پارلمان کشور یگام میدان یا که جلسه حکومتی نمیدونم یگام میدان سیرک است گیجا است این چی نمود تحلیل از این چی نمود فهمش است یک تا دو نفر گناهگار میگه یک تا میگه رحمانوف گناهگار است چی ما شما رو فهمیم جلوی یا را بگیرین رحمانوف یا تو را تأخیر میکنی احمق خوی به سعودو یا آشکار میگن تو دروغ میگوی آشکار میگه رحمانوف دروغ میگه او اسناد نداشت اما چه گنده میگیم برای 20 سال زندانش کنیم بیارین گویا این جنایت کرده است میره زندان برین آشکار بکنین قضیه را قضیه اگه اون سری دولتی نیست که زیر رسانه های بسته یه نفرش چند برنامه پیش گفت او جبران کرد آزاد شد مدام با جبران آزاد بشه چرا ایزاد ما آزاد نشد